بار دیگر درود با شما دوستان گرامی. یک بازی بی‌باکانه، یک بازی مجلل، یک بازی قهرمانانه دسته منتخب تاجیکستان را در برابر دو کرات چمپیون آسیا دسته کره جنوبی ما دیدیم و این بازی بود که در حقیقت فوتبال بازان ما زحمت بسیاری هم کردن و حالا با من میگن که اینجا حالا بله این شایف است که سخن بگرد گوش بکنیم. گپ اومدم که ما میتوانیم ان شاء الله و اولین گپ میگم که بخشش به مردم تاجیکستان از ما اگرش باشد کم باشد بخشش یعنی که ما کوشش کردیم و ما رو افتادن هستیم ان شاء الله در جام جهان تغییر میبینیم. چه بود احساسات وقتی که باید حساب دادین دو گل زدین پیشیدین؟ احساسات ما خیلی خوب بود. ما با خودمون باوری داشتیم که ان شاء الله ما میتوانیم و با همراه بچه‌ها با یک گپ اومده ان شاء الله گفتیم ما میتوانیم ما رو افتادن نشویم ان شاء الله با بازی آینده با جام جهان تغییر میبینیم. خب دوستان گرامی اینجا عذر خواستن حاجت ندارد چون که بازی آنها بازی بسیار زیبای و قهرمانانه بود و ما دیدیم که چگونه زحمت کشیدن، چگونه توانستند که در مقابل یک دسته پرزور جهان اون آسیا نیست کره جنوبی این دسته است که در جام جهان 8 مرتبه در جام جهان بازی کرده است و همچنین طور گفتم 2 مرتبه صاحب جام آسیا هم شده است. خب در سودی بعدی بازی قرار داریم و اینجا محمد جان حبیب الله باز با اینجا سپاه خوجموف ایستادند و ما و شما حالا در این باره در حالی که باز یک مصاحبه دیگر است گوش میکنیم و بله یک مصاحبه دیگر حالا آماده می شود سخن میکنیم. در حقیقت این فوتبال بازی در تاجیکستان دسته منتخب نورسان ما قهرمانانه بازی کردن در مقابل این حریفی بسیار پرقوت. بله ما پیشتر گفتگو داشتیم که دسته حالا یک دقیقه باز از عربستان سعودی حالا با ما نشون میدهند مصاحبه رو. بله ما آماده هستیم این امیدی مرحمت. خب چطوری که دیدیم بازی بنهایت خوب بود اما ما در لحظه های اخیر همش را از دست دادیم ولی بچه‌ها با سری بلند بازی کردند و قهرمانانه جنگیدند تا اخیر مبارزه بردند کامبک کردند ولی خب باید یک دسته از میدان پیروز بیرون می اومد و این هم در زیر ضربه‌های 11 متر منتخب کره جنوبی بود. حالا با رمضان می‌خوایم که اندکی صحبت کنیم و خب در باره بازی کنیم که در عموم وقتی که باید حساب کامبک کردن چه حس شد؟ خب دوستان گرامی اینجا از نگاه ناقصی صدا هست. فکر میکنم که ما باز با این امیدین بعدا برمیگردیم و حالا بیاید در این باره گپ بزنیم که بسیار بازی مجلل بود. هرچند در قسم اول هر دو دسته از همدیگر هرگوسیده بازی کردند امکانیت ها داشتند مثلا کریگی ها فوتبال بازی ما هم امکان داشتند. بیاید در این باره صحبت کنیم. البته سرمربی ما البته تاکتیکایی که ما گرفتیم بازی از خط دفاع بود. در قسم اول بازی خیلی بازی خوب بود از روی گفته و نقشه‌ای که سرمربی مونده بود بازیگران ما خوب اجرا کردند. لیکن البته در قسم دوم بازی هجوم‌های البته حریف خیلی دوچند شد و فوتبال به خطایی نمی‌شود. گلی که ما سر دادیم بعداً توانستیم که بعدی با میدان برآمدن بازیگر ما رقم 9 ابراهیم زاده خیلی بازی خوب این بازیگر فکر میکنم باید بر وقت‌تر با میدان میبرآمد و عموما ما توانستیم حساب رو دورنگ سازیم بعداً پیشرفت شویم. لیکن فوتبال به خطا گفته به کمبودی نمیشه خطاگی در دقیقه 97 بگیم. لیکن روی دو قسم بازی ما عموما بازی خوبیشون دادیم برای اینکه چی او وظیفه‌ای که مونده بود. حالا یک لحظه اینجا به ما امور رو نشون دادن. خود درباره امور بعداً سخن بگیم چون که الکی گرفته شد. معلم میبخشید پیش شما رو گرفتم. فوتبال بازی ما بعد بازی نکردن اما فکر میکنم که دیر ایواز شوی بود در این بازی یا نه. حالا باید این گل اول است در دقیقه 67 از جانب جانگ ریانگ اونگ زده شد. اینجا
اشتباه بود، اشتباه در حقیقت بود، اما من فکر میکنم که این اشتباه هم نبود. فشار خیلی وزینه بود که فوتبالبازان ما از این گریخته نتوانستند، اون رو برطرف کردن نتوانستند. باز یک هجوم‌های پای در پای فوتبالبازان دسته منتخب کره جنوبی بود. اینجا تو بعد برخوردن به دست فوتبالباز دسته منتخب کره جنوبی وارد توری دروازه گردید. خوشبختانه در بازی‌های 4-1 نهایی دوستان گرامی وار استفاده می شود و این وار توانست که این گل از جانب داوری وخوری لغو کرده شود. این به بخت ما بود، اما اینجا بخت ما بود. اما در دیگر جایی که حالا منظور شما میگردد، ببینید برابری در اومدن محض همین بازیگری که اینجا حالا عبدالله است، عبدالله ابراهیم زاده، بازی ما دیگر شد و فوتبال بازان ما توانستند حساب رو دیگر تغییر دهند 1-1 و اینجا محمد نظریف هم نهایت گل خود رو زد. در همین حالتی که ببینید یک نابسامانی در میدان نزد دروازه دسته منتخب کره جنوبی پیدا شد. بله، وقتی که میگن در مقابل کره جنوبی بازی میکنیم، خود به میدان نآمده لرزه گرفتن پای بعضی فوتبالبازان رو ما احساس کردم. بارها با دسته‌های منتخب تاجیکستان بودن و کره میگفتن چگونه وضعی بود، اما ما چگونه بازی کردیم. بعد یک دقیقه دیگر خوب دقیقه 83 و 85 حالا ببینید اینجا گزارش خیلی زیبا باز از جانب فوتبالبازان ما. نظریف رو ببینید چگونه پشت پای ضربه و این ضربه نهایت عالی از جانب عبدالله ابراهیم زاده و 2-1 دسته منتخب تاجیکستان به صف پیش برآمد. ببینید این پشت پای بازیکنی‌های زیبای فوتبالبازان ما رو. آنها هم در آغاز در قسم اول کمی هم گویم از حریف شاید استحاله کرده است، خوب بازی نکردند، اما در قسم دوم بعدی به میدان آمدن چند بازیگرمان ما توانستیم که بازی زیبا نشون دهیم. اگر همین حالت نمی بود و بار دیگر باور داور توجه نمی کرد، ما با حساب 2-1 نزدیک بود که غلبه کنیم و با بازی‌های نیم نهایی رویم. اما وقتی ما اینجا نخندید، همین رو ببینید با دستش بازی میکرد بازیگری دسته منتخب تاجیکستان این ملیک مرادوف و داور پنالتی تعیین میکند. این پنالتی حساب بازی رو حالا این لحظه یک بار ببینید با گل جمع بست میشود 2-2 و طوری گفتم در این بازی که نورسان بازی میکنند یک بار بعدی به انجام رسید بازی ضربه های پنالتی بعدی بازی تعیین میگردند. اینجا از دروازه‌بان ما امید کلان داشتیم، گمان بود که اینجا در دروازه‌بان ما رحمانقلوف بسیار هم خوب بازی میکند ولی این طرف نشد. ببینید همین خطا، همین اشتباهی که از جانب فوتبالباز ما به عمل آمد، این گلی که زده نشد نهایت کاری ما رو دشوار کرد و فوتبالبازان دسته منتخب کره جنوبی با حساب 5-3 ظفر یافتند و اکنون روی خود را به بازی‌های جام آسیا هموار کردند و اکنون در بازی نیم نهایی با دسته عربستان سعودی بازی میکنند. این حالتی بود که ما، البته این باعث افسوسخوری هم نیست، بازی است، دشواری دارد بازی. در حقیقت اگر وقتی که ضربه های بعدی بازی 11 متر می شود، اینجا میگن که در حقیقت بختی ورزش اینجا آمد نمی کند. وقتی که پنالتی بعدی بازی می شود میگن که این لتره است، یعنی خواه اون جایی که پرواز میکنی میتوانی گردونی یا که ضربه‌ای که میزنی خطا میرود. خب به هر نوع بازی خیلی خوب بود و من شخصا اونقدر روی افزوده نیستم، شما هم روی افزوده نباشید، چون که با جام جهان میرویم. این خودش البته یک کیفیتی بلند دارد، این یک دستاورد بزرگ است برای فوتبال تاجیکستان و محض برای نورسان که رتبه سوم با بازی‌های جام جهان میرویم. دیر نیست که این بازی‌ها شروع میشند. من فکر میکنم که مربیان باز اشتباهایی که داشتیم اونها رو برطرف میکنند و حالا این لحظه اگر امکانیتی ما باشد با عربستان سعودی با اینومیدین احمدزاد صحبت کنیم، حالا اگر آماده باشند، اگر ما آماده هستیم که فضای این ورزشگاه رو که حالا اونجا فوتبالبازان ما قرارم آماده هستند، بیاید مرحمت گوش میکنیم.
خب باز ببینید باز ناخیچی های فنی هستن اینجا تکنیکی هستن از همین خاطر صدایی که از عربستان سعودی از شهر جیده تو به اینجا میآید به ما نمیرسد و ما در برابر برهم زدن این کمبودی ها نقصه ها باز با شما این مصاحبه ها رو پیشنهاد خواهیم کرد. حالا بیاید درباره بازی سخن بگیم. فوتبال بازان ما چی باید کنند که در جام جهان همین گونه نقصان ها برهم خورده باشند؟ اول من میخواستم که با تمام ستاد مربیان که دسته رو آماده کردن با تمام بچه‌ای که امروز روخت به چمپیونات جهان به دست آوردن تشکر گویم برای اینکه در حقیقت ما یک بازی جالبی دیدنی دیدیم امروز برای که تمام چون پیشتر گفته گذاشته بودیم که در این بازی باید تمام هستی خود را در میدان باید میدادن آنها دادن و یک برای مخلصان یک بازی خوبی نشان دادن. برای کره جانبی قطعی در این سطح بازی کردن خودش یک دستاورد است، یک قهرمانی است. برای اینکه در حقیقت دیدیم که بچهای ما نخروسیدن، نترسیدن و بازی خود رو نشان دادن. گرچند که خیلی دشوار هم که باشد دیدم که در قسمت دوم پس از همون فکرایی که مربیان ستاد مربیان داشتن همون را عملی گرداندن و همون بازیگری که گفتیم که یاروقی یعنی با جویی با میدان در آوردن با همون که تکیه میکردن که بازی را تغییر میدهد در حقیقت دیدیم که در 10 دقیقه اخیر بازی تغییر یافت. یعنی پس از در آمدن عبدالله بازیگر سهلاق به میدان اومد. بله هم برای منفعت دسته کار کرد، برای منفعت دسته هم همون پرتوفتی گلوور آورد و خودش نیز گل زد. متاسفانه همون اولی جوان هستن برای اینکه نورس هستن همون بگویم که خطرستی فوتبال میگوین یعنی همون رو استفاده بردن لازم است وقتی که در آخر بازی است برای وقت کشیدن یا اینکه بازی را به نصف بردن بگویم وقت رو به نصف بردن همین چیزا را این یک مهارت یک استعدادی که در فوتبال این را تمامی دستا گویم که استفاده میبرن همون را باید استفاده میبردن. از سبب که جوان هستن این چیزا بدتر میبیاد با آنها بدتر میبیاد برای اینکه نگاه داشتن همون نتیجه دلخواه برای ما برای این هم مهارت است، این هم تونستن لازم است. من فکر دارم که این بازی در تاریخ آنها میموند، آنها بسیار اول به این بازی بر میگردن و فکر میکنن که چی باید کرد که همین حساب رو نگاه داشتن و خودشون به همین فکر میبیان. من فکر دارم که خیلی بازی خوب بود و برای در چمپیونات جهانی که آنها روخت گرفتن ما روخت گرفتیم فرصت هست وقت هست همین سال ماه تیرمو در تیرمو برگزار میشه در قطر میشود. ما خواهان آن هستم که دسته پر را آماده شود به یگان جراحت به یگان برای که فوتبال به جراحت نمیشود و من فکر دارم که بازی جالب و دیدنی در پیش است در چمپیونات جهان. بله چون درباره جام جهان میگوییم در قطر میگذرد و دسته ما هم الکی در سبد سوم جایگیر شده است. شما همچون یک مربی که تجربه نهایت زیاد دارید ما باید چیکار کنیم این کدام کمبودی ها بیشتر به چشم رسیدن که ما اون رو برطرف کنیم؟ من از نگاه من ما در خط هجوم بازیگری نداشتیم که یک هجوم کننده بود محمد جان ما بازیگری نبود که امین محمد جان رو عوض کند یا که در سه بازی که نظری بازی کرد نه اونقدر بازی خوبیشون داده بود. همین بازیگری رقم نوک ابراهیم زاده در بازی با ایران برآمده بازی رفتی بازی را تغییر داد و در بازی که با کره جنوبی هم چیزی که دیدیم بازیگر در 10 دقیقه حسابی بازی رو تغییر داد. اون بازی که هر وقتی که با توپ سوی میشد یک
بگیم حالتی خوب از طرف بازیگران ما به عمل می اومد. من فکر میکنم که در آینده البته بعد انجام مسابقه مربیان ما با او کمبودی و خطایی که در بازی گروهی بودن 3-0 ما مغلوب شدیم و دسته کره شمالی، البته همه اینا از چی گذرانده می شود. سرمربی همه این بازی رو تحلیل میکند و در آینده فکر میکنم که همین خیلی که در 10 دقیقه آخر ما بازی کردیم، همه وقت باید نو ترسیده با حریف همین خیلی بازی کنیم. باید وقتی که ما یک اشتراکچی بازی جام جهانی ما نصیب باشد تیاری با بازی جام جهان میبینیم، همه وقت باید با یک باوری کامل با میدان برای باید نرسیم، از حریف نترسیم، برآمده اون بازی خود رو ایشاندیم. تشکر. حالا باز یک بار دیگر به عربستان سعودی توجه میکنیم، به شهر جیده. این امیدین آماده هستید؟ اگر آماده باشید مرحمت، ما آماده هستیم که گوش کنیم. مرحمت. خب درود همکاران گرامی، بار دیگر البته ما کوشش کردیم که نوبت بازم با شما باشیم و اطراف بازی گذشته صحبت کنیم. چگونه که دیدیم خب رقابت به نهایت عالی گذشت. تو دقیقه‌های آخر منتخب ما بازی خوب داشت، مخصوصا بعد یاری که عبدالله ابراهیم زاده با میدان برآمد، ضربه زده او، بعداً گل زده او، خب پیشرفتی ما رو تامین کرد. اما متاسفانه یک اشتباه در آخر بازی همه چی رو برباد داد و کره جنوبی در سلسله ضربه‌های پنالتی بعد دوری بعدی راه یافت. حالا با کاپیتان تیم منتخب می‌خوایم صحبت کنیم و فکر و نظر رو درباره بازی بفهمیم. اولین درجه از همه مخلصان فوتبال تاجیک تشکر می‌گویم که ما را طوری این مسابقه کوبک آسیا دستگیری کردند. ما نشد بازی، ما از وای بهتر بودیم و فکر من ما از وای بهتر بودیم. زده شد ترنر ما دامون وای بسیارتر پاس باز میکنند، کنتر اتاک ادامه خپیمشون بسیارتر نشد بازی. ما از وای بهتر بودیم. در یک مینوت آخر ختم دیده اکا بازی پول خود علی شد. نشد پنالتی لاتاری دیگه مبری بایم اتیاکت برای کوبک آسیا در مخلصان فوتبال تاجیک برای ما برای هممون تمام شد. ما تیاری خود رو بسیارتر میکنیم که در جام جهان خوبتر اشتراک کنیم. خب مصطفی درباره هم جام جهان و هم اینکه چشم شما پیش از بازی مخصوصا بعد از بازی ایران خب کمبودی داشت و به بیمارستان رفته، در این باره آیا تاثیر رسوند در بازی یا نه؟ به بیمارستان رفتم و کم دورو نوشتم. درست شدمش؟ تبابت کردم، 3-4 روز تبابت کردم، بهتر شده گرد. خب پیش از همه امیدوار میشویم که زودتر شفا می‌یابد و برای آمادگی‌های بعدی که خب هدف بعدی چمپیونات جهان است البته پورا آماده می‌شود. بازیگر خط دفاع و کاپیتان منتخب نوآوران تاجیکستان و امیدوار می‌شویم که در جام جهان با سری بلند مثل اونی که در جام آسیا برآمد کردن می‌توانند برآمد نمایند. ان شاء الله می‌شود. خب باز نفر دیگری هست اونجا که شما مصاحبه میکنید. این امیدین منتخب نیست فکر و نظر خود را گفتند. بله خب بازیگران دیگر رو ما تلاش کردیم که با صحبت داشته باشیم، اما از سبب اینکه خب رو افتاده هستند، بعضی ها غمگین هستند، هرچند اونها با مرحله فینالی جام جهان راه یافتند، اما باز هم با سبب اینکه خب در این بازی شکست خوردند در رو افتاده بودند و نخواستند با ما صحبت کنند. حالا عبدالله اینجا به نزد ما میاد، اگر امکان شود مؤلف گل دوم با ما حتما صحبت خواهیم کرد. عبدالله متاسفانه اون نیز نمیخواد برای هم صحبت شدن با ما، ولی عموما بچه‌ها به نهایت خوب برآمد کردند و توانستند که واقعا هنرنمایی عالی داشته باشند. حالا مؤلف گل دوم تیم منتخب اون نفری که رفت بازی رو تغییر داد به نزد ما و شما میآید و خب فکر و نظری او رو هم خواهیم شنید. همکاران عزیز، خب باور داشتید که بعد از هیئت احتیاطی به میدان آمدن این گونه بازی رو تغییر میدید؟ بله باور داشتیم، تا آخر باور داشتیم. برای مخلصان منتخب نوآوران تاجیکستان که همگی از هر گوشه و کنار دنیا حتی تماشا می‌کردند این بازی رو چی گفتنی؟ گفتنی هم رحمت برای شما که ما رو مخلصی میکنید. رحمت میگم. محمد
خب آمادگی برای چمپیونات جهان و هدف برای چمپیونات جهان چگونه میشه؟ چی میگه؟ تیاری می‌بینیم برای چمپیونات جهان. کوچ تیاری می‌بینیم. خب بسیار مشق می‌کنیم. ما امیدوار میشویم که از این دیده خوبتر در جام جهان شما برآمد میکنید. تشکر زیاد. تشکر زیاد. خب حالا ما انتظار میشویم سرمربی نورسان منتخب تاجیکستان رو و اومدن برای با ما مصاحبه کردن، برای با ما هم در پخش مستقیم. Now it's live with Tajikistan. The last time wasn't. I'm sorry, and you can say what do you think and what do you want to say to our supporters. First of all, I want to say thank you for all the support for Tajikistan because I know that they try to push the team to the semi-final. In second way, I say sorry, but more like this is impossible for this team, for my job too. In one way, I'm very happy because we show this evening that we are ready to play the World Cup. This group is fantastic group. I'm very proud for my player. They improve a lot in this last year, and I think they show for all the fans that this team has the future. This is very good investment from our federation for this guy. This guy, I repeat, they have a good future, and please support us because we need everybody. They push us for the World Cup. I promise that if they have the possibility to continue to work with this team, to give not 100%, 300% for the Tajikistan Federation and for this guy. I'm very proud to work and to collaborate in Tajikistan because all the people with me was very, very kindly. All the guys that follow me. We have different culture. We come from different continents, but in this year that we work together, we meet in the middle way. I think we will do together a very good job. Thank you so much. Good luck for you. Okay, thank you very much. Thank you very much. خب بینندگان ارجمند، حالا سخنهای سرمربی منتخب تاجیکستان رو شنیدیم. در مورد بازی گفتن که همگی دیدید که چگونه بود این رقابت و ما چگونه در این بازی کردیم. حتی 300% ما قوای خود رو صرف کردیم تا اینکه خب غالب از میدان بیرون بیایم، اما متاسفانه نشد و ما در این رقابت نشان دادیم که آماده ایم برای در جام جهان بازی کردن. و همچنین اشاره کرد که این گروه، این فوتبال بازان واقعا بازیگران خوب هستند و مهارت عالی دارند و من افتخار میکنم با آنها. اگر امکان باشد که من با این دسته کار رو ادامه بدم، حتما ما نتیجه های خوب را باز هم در جام جهان نشان میدیم. و همزمان برای مخلصان و طرفداران فوتبال تاجیک از نام خود و از نام دسته، از نام هر یک بازیگر اشاره کردند که تشکر زیاد. آنها بودند که ما رو به پیش تله دادند، به پیش خواندند و دستگیری کردند و ما تا اینجا اومدم رسیدیم و متاسفانه که ما نتوانستیم بار دیگر آنها را شاد کنیم، ولی با ما باور کنند، ما رو دستگیری کنند، ما حتما روی خود رو ادامه میدیم. و خب تشکر زیاد به همه شما. ما گزارش خود را به پایان رسانیم. نه، ما یک سوالی داریم اینامیدین، شما که در همونجا هستید، آیا دسته منتخب تاجیکستان ضربه های بعدی بازی رو انتظار بود و در مشق‌هایش تمرین کرد یا که نه؟ 100% این چیز بود، یعنی احتمال هر کاری که در میدان بود اون رو در تمرین ها دیده بودند، تئوری دیده بودند بچه‌ها، مخصوصا در سلسله ضربه های پنالتی. خب آمادگی ها دیده بودند و بعضی از بازیگران البته که خب حتی میخواستند که بازی تا به پنالتی بره و تا آنجا از این آمادگی خوبی که آنها دیدند استفاده برده دست را به پیروزی برسانند. ولی چگونه که دیدیم و همگی یک اشتباه هم در بازی پنالتی آورد و هم یک اشتباه دیگر ما را در سلسله ضربه‌های پنالتی به باخت روبرو کرد. به هر نحو شما بگویید که بازیشان بسیار زیبا بود، ما از آنها قناعتمند هستیم، دلشکسته نباشند، جام جهان است. در جام جهان بار دیگر از این هم خوبتر بازی کنند. دسته‌های دیگری جهان هستند، آسیا نیستند و آنها را تسکین دهید که تاجیکستان از بازی شما لذت برد. شما قهرمانایی هستید که در مقابل کره جنوبی چنین بازی نشان داده. سلامت باشید. خب ما دوستان گرامی برمیگردیم به استودیو. طور دیدید مربی هم خب به هر نوع به جام جهان میرویم، این خوب است، اما او هم کمی دلشکسته است که در آخری بازی در ضربه پنالتی به او اومد نکرد.
عموما ضربه پنالتی هم یک میگیم که لاتاری است، خیلی مشکل است در همین ضربه پنالتی غلبه کردن و فکر میکنم در آینده البته هم این چیزا رو باید دسته آموخت. لیکن پیش از همه در آخر من همین را گفتنیم که تمام فوتبال بازان دسته، مربیانی که دسته رو تیار کردن، سرمربی دسته و عموما کارکنان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، خصوصا پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی رو برآمدن با بازی جام جهان برای که نه هر یک دولت آسیا این رو خط رو گرفت. برای ما خیلی خرسند هستیم، مربیایی که ما با این متخصصایی که در این کار و کسبه کار میبریم، ما خیلی خرسندیم که نورسان ما توانستن که این روخط رو با بازی جام جهان گرفتن. در خط این هم هست فدراسیون فوتبال تاجیکستان بسیار کارهای زیادی انجام داد که تمرین‌هایشون در کشورهای زیاد گذرد. هم الکی ما یک بار گفتیم که در بجوها گذاشتن. خوب اگر بگوییم که اون مثلا تیاری هایی که اینها دیدن بیهوده نبوده است و اون نتیجه آورد. نتیجهش این روخت به جام جهان است، اما در جام جهان باز تکمیل میخواهد این بازی که اونها دارند. چی نمیرسد به نظر من؟ سبک و اسلوب تیاری خانگی، مثلا گزارش ها، یک دیگر فهمی ها. مثلا اگر شما ببینید چون در اروپا بازی میکنند، یک گروه مثل میگن کاروبکا میرود میبید، اگر سرعتی بلند کنید فوتبال میبینید که همین میروند میبینند، یعنی یکدیگر رو خیلی خوب درک میکنند و میدونند که کجا پرتند که اونجا بازیگر خودشون هست همین رو بیشتر بگیرند. چون که 17 ساله های ما من در یاد دارم اون وقتی که زندگی رحیم دست رو مشق میداد، اون وقتی که الدین توردیف مشق میداد مثل بارسلونا میگفتن بازی میکنند، یعنی بچهای ما چنون با سرعتی بلند به یکدیگر پاس داده پیش میرفتند که حتی دسته های دیگر در حیرت میشدند. آنها هم به جام جهان رفتند، تنها با الدین توردیف اومد نکرد، پاندمی بود ما رفتن نتوانستیم. فکر میکنم که همین کمبودی ها، همین نازکی های کوتاه یا که کمی هستند که باید اینجا ما همون رو برای رفع کردنشون کوشش کنیم. بله، برای که در جام جهان در اونجا بهترین دستای منتخبی که سیاره در اونجا با هم میبیان. یکمین بار است که 48 دسته شرکت می‌ورزد. من فکر دارم که چمپیونات جهان نسبت به دیگر چمپیونات هایی که جهان برگزار میشد کم ترک فرمتی او دیگر است، برای که دسته ها زیاد است و امکانی یعنی از گروه بار آمدن من فکر دارم که زیادتر می شود، برای اینکه دستایی که دیگر قطعه ها نیز وقتی که از آسیا 8 دسته که امکانی پیدا کردن به چمپیونات جهان روند و دیگر قطعه ها نیز دستاشون زیادی دستا به چمپیونات جهان میان و من فکر دارم که تیاری خوب دیده میتونیم در چمپیونات جهان بازی خوب نشون دهیم. دوستان گرامی تشکر که با ما بودید. این برنامه بعد بازی بود. با سهم شما میرسونم که در این بازی ها عربستان سعودی که اکنون با کره جنوبی بازی میکند، این دسته هم در سلسله ضربه پنالتی با حساب 3-2 ژاپن رو مغلوب کرد. اینجا باشد ما هم نزدیک بودیم که با عربستان سعودی در بازی های نیم نهایی قوا آزماییم، اما اینطور نشد. اینجا هم ضربه پنالتی هستند و دو دسته در بازی های نیم نهایی بازی میکند که هر دو از ضربه های پنالتی با بازی های من بعد رو خرج گرفتند. امید هست بازی فوتبال بازی نوروز ما خیلی عالی است. اینها آینده فوتبال تاجیکستان هستند. آنها رو ما در چمپیونات تاجیکستان در مسابقات سرتاسری در جام جهان می‌بینیم و باز میگیم که ما همین گونه فوتبال بازان قهرمان داریم که با جام جهان برآمدند و طرف تاجیکستان رو ارزنده حمایت کردند. هر تو بازی شب خوش به شما.